فرض میکنیم که شما با نرم افزار رفرنس‌زنی مندلی داخل ورد چند تا رفرنس اضافه کردید و الان میخواید DOI آخر هر رفرنس رو بدون اینکه استایل یا فرمت رفرنستون رو داخل مندلی تغییر بدید حذف کنید. سلام، من امین هستم. خوش اومدید به کانال آرتمیس. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من یک فایل ورد خام باز میکنم و چند تا رفرنس هم به صورت رندوم باز میکنم. کافیه که از قسمت رفرنس به بخش مندلی برم، اینسرت سایتیشن رو بزنم، بعد گزینه گو تو مندلی رو بزنم، چند تا رفرنس به صورت رندوم انتخاب میکنم، گزینه سایت رو میزنم و چند خط پایین تر با زدن گزینه اینسرت بیبلیوگرافی رفرنس ها رو ایجاد میکنم. الان اگر دقت کنید انتهای هر رفرنس عبارت DOI وجود داره که اگر من بخوام میتونم با انتخاب و زدن کلید بک اسپیس این DOI ها رو پاک کنم. ولی مشکلی که هست بعد از اینکه هر بار شما رفرنس هاتون رو رفرش میکنید از این قسمت، این DOI ها دوباره ایجاد میشن. برای اینکه با رفرش رفرنس ها این DOI ایجاد نشه و کاملا حذف بشه، کافیه که شما از زبونه استایل گزینه مور استایلز رو انتخاب کنید و داخل این پنجره‌ای که باز میشه اون استایلی که انتخاب کردید رو روش کلیک راست کنید و گزینه ادیت استایل رو بزنید. داخل مرورگرتون یک صفحه باز میشه. ممکنه یه مقدار طول بکشه بسته به سرعت اینترنتتون و اگر قبل از باز شدن این صفحه ازتون خواست که یوزرنیم و پسورد وارد کنید، باید یوزرنیم و پسورد نرم افزار مندلیتون رو وارد کنید. اگه دقت کنید اینجا یک رفرنس را به عنوان نمونه میاره که مربوط به استایل انتخابی شماست و اما اینجا DOI اون رفرنس رو میبینیم. کافیه که شما عبارت DOI رو انتخاب کنید تا پنجره این قسمت پایین برای شما باز شه. بعد از قسمت تایپ این زبونه رو باز میکنید و گزینه ولیو رو انتخاب میکنید و از قسمت پایین این عبارت موجود داخل تب پریفیکس رو انتخاب میکنید و پاکش میکنید. بعد از اون باید این تغییرات رو سیو کنید. کافیه که از قسمت بالا روی گزینه استایل گزینه سیو استایل از رو انتخاب کنید. اینجا یک اسم دلخواه انتخاب کنید و یا اسم پیش‌فرض خودش رو بذارید بمونه و گزینه سیو رو بزنید. کافیه که برگردیم به ورد، از قسمت استایل گزینه مور استایلز رو انتخاب کنیم و همونطور که میبینید پایین رفرنس اصلی من رفرنسی که الان ایجاد کردم رو قرار داده. کافیه که روش کلیک کنید و گزینه یوز دیس استایل رو بزنید و بعد از اون گزینه دان رو کلیک کنید. الان اگر دقت کنید بلافاصله بعد از اینکه انتخاب شد DOI ها کاملا حذف شدن و شما بعد از این هرچی رفرنس قرار بدید با استفاده از این فرمت DOI اون به صورت پیش‌فرض این قسمت قرار نمیگیره. اگر بخوایم تست کنیم به عنوان مثال من اینجا چند تا رفرنس دیگه قرار میدم، چند تا رفرنس به صورت رندوم انتخاب میکنم و همونطور که میبینید هیچ کدوم از این رفرنس هایی که ایجاد شد عبارت DOI آخرشون قرار نگرفته. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه.